همه ما زمین میخوریم، اما فقط قهرمان ها دوباره بلند میشن. آیا تو آماده قهرمان زندگی خودت باشی؟ فکر میکنی شکست پایان راهه؟ نه، درست همینجا جاییه که قوی تر شدن شروع میشه. شکست بهت نمیگه که تو نمیتونی. شکست میگه که هنوز راه درست رو پیدا نکردی. بیا با هم یاد بگیریم چطور از شکست هامون نردبانی بسازیم به سوی موفقیت. چطور شکست ها میتونن به ما کمک کنن دوباره قوی تر از قبل برخیزیم و به موفقیت برسیم. اوپرا وینفری میگه شکست مسیریه که تو رو به سمت موفقیت واقعی هدایت میکنه اگر جرأت دنبال کردنش رو داشته باشی. باراک اوباما میگه وقتی زمین میخوری بفهم چرا افتادی، درستش کن و محکمتر ادامه بده. ژان پل سارتر میگه آنچه ما رو میسازه موفقیت ها نیستن، بلکه ایستادن پس از هر شکسته. لو تسه میگه در دل هر شکستی بذر موفقیتی نهفته است، به شرطی که اون رو ببینی و پرورش بدی. تونی رابینز میگه مسئله این نیست که زمین بخوری یا نه، مسئله اینه که چقدر سریع بلند میشی و با چه درسی جلو میری. شکست ها دشمن ما نیستن، اونها معلم های بزرگ زندگی هن. هر بار که زمین میخوریم فرصتی داریم تا قوی تر، آگاه تر و با انگیزه تر بلند بشیم. شکست به ما یاد میده چه کارهایی نباید بکنیم و راه درست رو به ما نشون میده. اگه به جای ناامیدی از دل هر شکست درسی بیرون بکشیم، نه تنها از اون عبور میکنیم، بلکه به موفقیتی بزرگتر از قبل دست پیدا خواهیم کرد. یادت باشه قهرمانان واقعی کسانی نیستن که هرگز نمیافتن، بلکه کسانی هستند که هر بار با قدرت بیشتری به پیش میرن.